صنعت کالافرین عزیز. و اینم بار گندم از بندر شهید بهشتی به مقصد خراسان جنوبی. توسط این کشتی ها آورده میشه. همونطور که در تصویر میبینید این همه گندم کیلویی 40,000 تومان. شایدم امروز گرونتر شده باشه. اینجا به وسیله همین کشتی ها آورده میشه. تصویر میبینید و این اپراتورهای به این بزرگی. این هم ماشین های همکارای ما بودن برای بارگیری و چابهار. اون روبروتون هم که میبینید شهر چابهاره. این هم نمای دیگه.